سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه سرو خجل، قطعه شماره 10 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. لینک دونیت همین پایین هست. ممنون میشم که با حمایتاتون به من انرژی و انگیزه بیشتری بدید که ویدیوهای بهتر و با کیفیت‌تری رو تولید کنم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. این قطعه سرو خجل 6 8 و خب دیگه میدونیم 6 8 رو به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریم. هر شماره معادل یک نوت چنگ میشه. تو این قطعه یه سری تریوله داریم. میدونید که تریوله معنیش اینه که باید 3 تا نوت رو در مدت زمان 2 تا نوت اجرا کنیم. یعنی اگر تو حالت کلی میگیم 1 2 1 2، یعنی این دست من زمان اجرای 2 تا نوت اگر باشه 1 2 1 2، تو همین مدت زمان، تو همین بازه زمانی به جای 2 تا نوت باید 3 تا نوت بزنیم. یعنی 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3. یعنی یه ذره باید سریعتر بزنیم که توی همون زمانی که 2 تا نوت قرار بوده اجرا کنیم 3 تا نوت جا بشه. اینو بهش میگن اجرای تریوله. حالا تو قطعه میبینیمش. بریم از اول شروع کنیم. نوتامون هست دو سل دو سی لا سی لا سل سی دو. خیلی مهمه که راست و چپش رو حتما رعایت بکنید. 2 تا نوت اول قطعه راسته و توی میزان دوم 2 تا نوت آخر رو باید با دست راست بزنیم. 2 تا نوت اول میزان دوم هم همینطور. این دو راستا رو حتما رعایت بکنید. دو سل دو سی لا سی لا سل سی دو. دو سل دو سی لا سی لا سل سی دو. شمارشش که خیلی واضحه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم قسمت بعد. ر ر دو سی دو دو سی لا لا می فا سو لا سی، که این لا می فا سو لا سی تو ولت 1 هست. تکرار میکنیم از اول قطعه رو. بار دوم ولت 2 فقط یه دونه لا میزنیم، یعنی اون می فا سو لا سی دیگه حذف میشه. پس من این قسمت رو براتون اجرا میکنم. ر ر دو سی دو دو سی لا لا می فا سو لا سی. این قسمت ولت 1 با شمارش میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خب حالا من کل جمله رو براتون میزنم یه بار با ولت 1 و بعد تکرار میکنیم با ولت 2. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم قسمت بعد. خط دوم میزان سوم یه سری نوت تریوله داریم. لا 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 سی 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 دو 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 که یه تکرار یک میزان هم داره، یعنی 2 بار باید اینو بزنیم و بعد ادامهش دو ره دو سی سی لا لا، یعنی عملا این 4 میزان هست که میخوایم اجرا بکنیم. 2 بار میزان اول و میزان آخر خط دوم و میزان اول خط سوم. اینجوری میشه اجراش. لا 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 سی 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 دو 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 لا 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 سی 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 دو 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 ره دو سی سی لا لا. اینجا عملا قرار بوده بزنیم لا لا سی سی دو دو لا لا سی سی دو دو. اگر حالت عادی بود 2 تا چنگ میشد بزنیم لا لا سی سی دو دو، ولی یه ذره سریعتر میزنیم که به جای 2 تا 3 تا بزنیم میشه لا 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 سی 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 دو 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 لا 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 سی 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 دو 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 ره دو سی سی لا لا. دقت کنید که این تریوله ها اونقدر هم تون نیست، یعنی تریوله چنگی که اینجا داریم سرعتش یه ذره از چنگ بیشتره ولی از دولا چنگ سرعتش کمتره. بین چنگ و دولا چنگ هست سرعتمون. میریم قسمت بعد که یه نوت میاد پایین‌تر. سو 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 لا 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 سی 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 سو 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 لا 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 سی 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 دو سی لا لا سل دو. و بعد تو خط بعد که همین تکرار میشه فقط آخرین نوتش به جای 2 میشه سل. پس من براتون اجرا میکنم از میزان دوم تو خط سوم تا میزان یکی مونده به آخر خط چهارم. سو 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 لا 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 سی 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 سو 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 لا 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 سی 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 دو سی لا لا سل دو. سو 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 لا 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 سی 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 سو 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 لا 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 سی 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 دو سی لا لا سل سل. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم قسمت بعد. میزان آخر خط چهارم. می ره می فا می ره دو سی سی دو ره می ره دو سی لا لا سی دو ره دو سی لا.
میزنیمش. می ره می فا می ره دو سی، سی دو ره می ره دو سی لا، لا سی دو ره دو سی لا. میشماریمش. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. قسمت بعد یادت میاد پایین‌تر. ره دو ره می ره دو سی لا، لا سی دو ره دو سی لا سل، سل لا سی دو سی لا سل. میزنیمش رو ساز. ره دو ره می ره دو سی لا، لا سی دو ره دو سی لا سل، سل لا سی دو سی لا سل. میشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. یه دو قطعه براتون اجرا میکنم از اول تا آخر، گوشش بدید که چطوری میشه. با مترونوم براتون اجراش میکنم که دیگه ضرب‌ها دقیق بشه و شما هم سعی کنید حتما با مترونوم تمرین بکنید که این هم ریتمتون رو دقیق میکنه، هم سرعتتون متناسب با قطعه تنظیم میشه و همین که این تمرکز رو به دست میارید که بعدا اگر بخواید با یه تنبک، با یه ساز کوبه‌ای یا توی یه ارکستر یا با یه خواننده هم نوازی داشته باشید، این تمرکز رو داشته باشید که علاوه بر اینکه مواظب اجرای خودتون هستید، به اون کسی که کنارتون هم نشسته و داره اجرا میکنه گوش بدید. مترونوم رو باید بذاریم روی 2 ضربی و با هر ضرب مترونوم 3 شماره بشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که این ویدیو رو لایک نکردید لطفا همین الان لایک کنید. یه لایک کردن ساده شما میتونه خیلی به من کمک بکنه که این کانال بیشتر دیده بشه و از من حمایت بیشتری بشه. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، سوالاتون و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.